سلام علیکم. خوب هستین دکتر صاحب؟ دکتر صاحب هستین؟ من دفعه کن خوش کنی که ما دکتر صاحب زنگ دیم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. دکتر صاحب خوب هستین بخیر؟ جان تاجر بخیر. یک مریض آوردیم. اینو. A few inches later. دکتر صاحب نمی. چه مشکل داره؟ یک دفعه غلطی دم روی اولی کار کرد روی بود غلطی. فشارش از پیش رقم بود. فشارش از پیش دوا داشت، دوای فشار داشت. دوا چی آوردین دوا ماشه؟ نه دواش نوارد. خب یک فشار شما. وضعیتش بسیار خراب بود. ما ترسیدیم. دفتر گفته پیشی شما آوردین دکتر صاحب. فشار این 940 است. خب فشارش 180 آوردیم انشالله. انشالله الرحمن بخیر خوب بشه قابل تشویش نیست. مردنی خو نیستم. نه 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 انشالله. ما ترسیده بودیم که نشه. نه نه هیچ تشویش نکنید. هیچ چیزی نکنید ما. هیچ تشویش. از این شربت یک قاشقچه بعد از نان. خوش. روز 3 وقت. خوش. از این شامپو در روز 4 کرات بعد خدا بشه. خوش. این صابونی مشکاز هر صبح کی بار خدا یک دفعه قایب بشه. این هم قطره است. هر شو یک چیز دمو چشمش بچکنین یک قطره در گوشش. در گوشش؟ چشماشون هم ضعیف شده. در چشماشون هم رو بچکنین اما خاطری ضعیفی است. یکی از باز یک قسم شربت تقویه بدن است. خاطری هم آفتاب زده دل پیشاک هم است. اشکم درد هستن. شکم درد چون خوب میشه. دیگه چی بخورن؟ روغنی بخورن؟ دیگه نه از با اینجا پرهیز کنن. از کدوگاه پرهیز کنن. از پلاو پرهیز. خب دیگه از شله پرهیز. فقط میخورده کشان